بله. شکر. چه کار شده بابا؟ آه خواه اون پول هم بدیم به گیلک ببره به دکتر ببره دیگه. ما به گلخونه نفر معطلم که بیای گلاخور ببره. آه گیلک هست دیگه، بدیم به دست که ببره دیگه، تاکسی چیزی بگیره ببره دیگه. ما که نمیرسم، من اینجایم. آه خوبه باشه، سیه دیگه. شما بابا ما خبر بدین. خدا حافظ. ای بابا، با پیرمو مریض شده، چیکار کنم؟ مشکلات زندگی خیلی اولی. اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبر بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم مثل عالم بود. تو بودی در کنار من، دلم جمع بود، دلم جمع بود. وای دانه دانه باران میبارید، سوی باغ بالا میرفتیم، گاهی به تماشای مهتاب به کنار دریا میرفتیم. به چشم خسته خوابی بود، به جام تشنه آبی بود، به شهر عشق و ویرانی حریفی با حسابی بود. جدایی خواب را دوزید، زلال آب را دوزید، از اون شب های مهتابی کسی مهتاب را دوزید. اگر شبها شب یلدا، اگر روز ها بیاین بابا مریض شده، برو به دکتر برو. بابا تو پیال من چیکار شدم؟ مریض شدم. گردن تو بند؟ حالا گفتم برو صدا که بیا گله که بگو بیا من ببرم دکتر. بابا مریضم من بابا تو کار کن. چی کن؟ شما برو پیش نانه من. خب بگو نانه سعی کنیم پول بدین که برو پول 10,000 بگو بدین. بگو ماما مگه لگ میگه که پول 10,000 بدین که بابا رو ببرم شفا ما چی به دکتر بده. خب با کجا بید با مریضی که پیار و بیچاره. گله بیا پولا رو بگی ببر. بابا بگو تیار کنه خور. فروغون به کجا شد؟ رمضان بله. آخه اینجا فروغون به کجا شد ندیدی؟ به نظرم به سرسرایه. آخه من که دیرم اینجا فروغون بخشتن کی برده گوزی سرسرا؟ دیرو برفتم کپسول گاز کردم من اینجا وقت داشتم. برانه کپسول گاز میکنی پا به سر جای بگذاره. از یاد ما برفته که من اینجا وقت داشتم.
یک ریپ پول نموند بابا. اگه نه خود شما بتا سچرخواه می آمدن. بابا خیلی سنگینی. باید اشتی بجی دعای داده. توی دعا ندیدی. آخه بابا هم سال به 12 و شما کورتی خور به برخونه میکنی. خونک میخورم. آه. انگیل با پیاق بسر شلاق کدی. برای پیار من ناجور بودم. اینا چیه؟ اینا دعایه. نه آخه بابا گفت نمیتونم. نه پیار من ناجور بودم اینا گیلا. بگم. پیار تو چی ورزیشته که تو بوجی بس دعا داده. اینا پیار من دیشب به حساب بارش میبرید سرپلوک رفتم. انا به حساب انا شونی از اینا تا آمده. انا بابا بردم به دکتر گفتم اینا میدی از اینا تعجب کرده. ها خداوند شفای بده تو زنده باشی. بوجی بس دعا داده. بابا خور به دیوال تکیه دی. من دیگه خور کم کنم. بیلا یک بیستی چه پینجه سی چخی نگرفته. برار ما همه پولا خلاص شد دیگه. 9300 ریپه شده می بوجی دعا. نه پولا برای دعا داده. یک بوجی شد. بابا چپه نشه دعا. نه. خور گرفتن. یک پینجه نداری عباس به قرض بدی. من ها نه ولی پول ندارم نکنه دارم. خیر بینی. خیر بینه دکتر صاحب بیچاره خدای خداوندی دکترها خیر بده. سعی کنال گفت اگه مونگ زد دعا میدون که عمر خور بخوره دیگه بس باشه. اما از 50 دارم. اگه میشه که تو هم به خیر خوشی پیار تو مریض شدک ببرک بهم پیش می دکتر ببر. ها اما از 50 دارم درد کن بوجی بس میده. نوشته می آدرس بودم برای تو. کجایه؟ همینجا نوشته من کوچی چیز که بریم میگه this is field fighting in افغانستان. خدافظ. افغانیه دکتر. خارجیه. بابا دعا چپه نشه. نه. آخه بابا همینجا یک 10 دقیقه بشینیم. مونده شدم. آخه بابا دعا هسته. انال بابا دلجم شدیم دیگه اگه ناجور هم بشین خوب. یخچال میگن که مدرم هم خالی کنه. بفهمیدی؟ یخچال میگن کلان هم خالی کنم. کلان اینا رو همه طبق به طبق منزل به منزل کارتنار میچینیم. دوار مقبول میچینیم. انا قرار که دیگه امکان داره تا زمانی که شما زنده باشیم بابا. تا به زمانی که زنده باشیم دعا بخوریم بسته شما نه. نگو. از تکلیف ما چی گفته؟ نگو چی تکلیف داره؟ گفته شما میدی شما تعجب کرده. گوی لخشیدن یعنی که مثلا تا گلاب به لخشیدن گفته چیز شدن کوبند کم شمار بالا کنم کم. خوب. ها خیلی در دعا ما سیگار کنه که دعا داده. آخی بابا دیگه دکترای هم میدن دیگه خبر نداریم بابا که بری بگه من سردردم انداخون پا آمدم تا به تاشون آدم چیز میکنه. راست میگن چک میکنه. سدزگان میگیرن سدزگان. خیر بینم خدای خدمت میکنم بعضو دکترها به میشه. واقعا خدمت میکنه که بیجی بس بابا مگرم از این دعا شما من بخورم. آن گردنم بند به خیال من شونه پهلو شدم. خوب چکار شدی؟ شونه پهلو شدی؟ بابا کمی را پیاده میتونیم بریم؟ سعی کن بریم اینا رو ما به کفت خوب کنم. دست میبینی که تاش شما با جو خاطری نمیتونم شما برده. خیلی سنگینه وزن شما خیلی. بریم بابا. گلوشیم بابا. نمیتونیم بابا. ما این بعد دوار ببرم بگذارم بابا بیام حل شمال با کفت خو کنم. بابا
چه بابا شیشی بابا مونده شدی مونده شدم بابا شما بریم خوش اگه میته بریم من موندگی خود کم کنم میام بابا دعا خیلی سنگینه برای بابا اشکالیم به زمین نخوره من میام دعا شما میارم خاطر گفته پیش نون بخوری پیش غذا موندگی خود کم کردیم بیایم بابا حالا برسیدیم به سرا من عجب مردم گیلا مردم دل من به پر رفته اشتباه خزم